راز موشکافیه و داستان شاخ به شاخ شدن کوسه و علیگدا روز به روز داره اوج میگیره. خبر جدید این که اکبر کوسه از آب زده بیرون و از راه خشکی رفته مشهد. خودش میگه رفتم واسه موفقیتم در ریختن زهر تو حلقوم علیگدا دعا کنم، اما دیگه کسی به این جوکا نمیخنده، چون سفر اکبر کوسه اونم به مشهد خیلی تابلو تر از این حرف هاست. بفرمایید تحلیل یکی از ورق پاره هاشو ملاحظه کنید تا قضیه روشن بشه. آیت الله اصرار دارند که علمای بزرگ مشهد در انتخابات حضور جدی داشته باشند تا همراه با جریان معتدل و میانه رو به مجلس خبرگان راه یابند تا با ورود اعتدالیون به انتخابات مجلس دست تندروها نیفتد. بله، این شیخ اکبر پسته فروش رفته تا به آخوندایی که از دست علیگدا شکارن دل بده و بهشون بگه بابا هارت و پورتای این ولی فقیه تلس شکسته رو باور نکنید، یارو زهر خورده زبارش در رفته. بعدم رفته با آخوند ثانوی عکس 2 نفره انداخته تا اینجوری هم نقشش واسه جذب آخوندای آنتی خامنه ای رو کنه و هم تو پوش این دیدارا مقام عظمای ولایت و اساسی ببره زیر بخیه. اونا باید جواب صلاحیت احمدی نژاد رو بدن و متاسفانه شنیدن عذرخواهی از زبان روحانیت این روزها خیلی کیمیا شده و باید عذر بخوان. جواب تایید صلاحیت احمدی نژاد رو اینها چه بخوان و چه نخواهن روزی باید پاسخگوی کارشون باشن. ببینید کار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا کشیده که بعد از اون تیغ کشی های سرکرده پاسدارا و باقی نوچه های خامنه ای دوباره به صحنه اومده و میگه باید علیگدا و شورای نگهبانش عذرخواهی هم بکنن. آقا فتنه پروری که شاخ و دم نداره که، همینه دیگه. حالا در حالی که هنوز توافق هسته‌ای در ایران و آمریکا امضا نشده و در شرایطی که اتاق فرمان فتنه 88 یعنی سفارت انگلیس امروز بازگشایی می شود، فرماندهان میانی فتنه با مجوز دولت حسن روحانی به صورت آزادانه فعالیت سیاسی خود را آغاز کردند. تمام این گزاره ها وقتی در کنار هم قرار می گیرد یک فتنه جدید را خبر می دهد. آره دیگه، وقتی اکبر کوسه تو دوره پس از زرخوری پا میشه میره دنبال یارگیری علیه علیگدا، خب این یعنی یه فتنه جدید تو راه دیگه. یعنی شکاف خیلی عمیق شده، یعنی نظام تیکه پاره است. ببینید خرچنگ نظام به چه حول و بلایی افتاده. آخوند احمد خاتمی: دشمن به دنبال ایجاد نفاق و استحاله ملت عزیز ایران است و خوابهای بدی برای کشور دیده است. خواب کدومه؟ دشمنتون یعنی ملت عزیز ایران آنچنان آشی براتون پختن که یه وجب روغن روش داره. شما تا میتونید بزنید تو سر و کله همدیگه، تا میتونید علیه همدیگه لشکرکشی کنید. این به پرا کار ملت عزیز ایران ساده میکنه.